کسی بیای کو کدام هنرمند بیای صورت همون میبروه ولی ممکن است صورت ما میبروه و خی میبینین که صورت ما برو اومد اینجا اون روز در اینترنت دیدم شاروخ خان برو اومد با اون روز دیگه دیدم اون اکتور ترک کو برو دور اون هم برو اومد براک حالا نوبتی ما نگاه که یا دوسته ببین خیلی که صورت ما میبروه خب من رفتن میگم من پیاده راه را بیام رفتن میگیرم من فرق ندارم مقصد پیاده راه را نیفتم کجا میرم پیش ماشین برو اومده است اینا دای در میدر اومدگی اینا دای درش اینا برادر درون برج خلیفه برج خلیفه قد میتوام یا اینا برادر از این چیست برای شما خب اینا ما برای خگام زیست اینا برادر اینا تماشا کنید تای برج خلیفه دهید یا باشو بالا دا من اینجا برج خلیفه میگم برادر برج خلیفه خب آمده من اینجا برج خلیفه حالا دوستای عزیز اینا درون شهر اینا دای در میدر اومدگی اینا دای درش اینا این جای ریسپشنش مقصد کی این پرسیدگی جو نه کمیتاجش هم اینجا ده خب درونی برج خلیفه برادرو نه این درونی برج خلیفه برادرو درونی برج خلیفه خب اینا برادرو چیست برای شما درونی برج خلیفه در اومدم من گذاشتم اینا برادرو درونی برج خلیفه در اومدم مرا سیگار اومدگی اینجا اون طرف شما بده اونجا اومدگی بده اینجا فانتانا گران میشون اینجا فانتانوای یکی میکردم ما همین برادرها رو دنیا شل گرفتیم یافتیم این اومدم درونی برج خلیفه اینا ما چیست برای شما انا ور میگیرم برج خلیفه چیست برای شما دوستان عزیزم اینا بای اینا برج خلیفه میگم ارتای کلیاکشن او باچه توکن نگلتا سردا نمیای توکن نگلتا شان نمیای خب اینا برادرو اینجا جای فانتانوش زنده باشین یا بار دیگه برج خلیفه خب خیلی جای زیبا طبیعت دلفرا بازم حضور احمد میگه من برادرها دا که گامونو در زمین نمیمونن این من برای شما میام بنوار میگیرم باور کنم تنها به خاطر شما میکنم که میاد زنده هم باشه ببینید اگه نه نیست مقصد که اومده نه من اینجا نه اومدم او طرف گفتم که او طرف اومدگی سال 2020 او طرف اومده بودیم خیلی نه که باشه خیلی خدا ایداف اومدم ایدرونش توکت میگل تا برج خلیفه انا دوستان عزیز برج خلیفه اینا سویت موزیک هم سرشی در اومدیم چیست ما برای شما بنوار میگیم درونی برج خلیفه داریم برادر درونش دا باز اینجا میره فانتانو سر میشه ما برای شما فانتانو رو سیونکا میکنم باز اینجا داد نه اینا موزیکو سرج داره فانتانو هم سر میشه نه جای تماشا میکنیم فانتانو رو اینا برج خلیفه پوکیزه در گرفت شو موفق طلب زنده باشه میره کسی بیای کو کدام هنرمند بیای صورت همون میبروه ولی ممکن است صورت ما میبروه و خی میبینین که صورت ما برو اومد اینجا اون روز در اینترنت دیدم شاروخ خان برو اومد با اون روز دیگه دیدم اون اکتور ترک کو برو دور اون هم برو اومد براک
حالا نوبتی ما نگاه که یا دوسته میگم خیلی که صورتی ما ببرویا زنده باشید شما دعا کنیم با دعای شما البته که ما به همین روزا میرسیم فقط دو اینا برادر عزیز چیستا برای شما خب اینا ما برای خگام زایستم که زوکی مرا وای نخپا اینا موزیکایی که هست زوک همه قپا یوتیوب محکم میشه برای من وقتی که برنامه میگیرم کم کم وای گپ زدن میگیرم من نگین که بسیار بعد گپ زدی خب اینا دوستان عزیز میدریم درست رفت نه طرف درون شد ما هم درون برو اومدیم تمام میدریم دروش میریم خب رفتیم درو یکم جای خفگیش نیست اینجا در اومدیم من برادرو خطی چخ کرده رفتیم اینا همین برج خلیفه ده یک شبش یک سوتکش $1,500 بده یک سوتکش $1,500 میشه برج خلیفه خب ما اونجا ایستادن من میگم پشیندم ما استاگیش اومدم گفتم معلومات بهتون بچه‌ها دا کی او قنمش $1,500 رگ میشه یک سوتکش $1,500 یا شاو یا سوتکا مرا دوی اون باش براسو که برادر خاک زندگی همین زندگی همین است برادر زندگی همین است اینا میریم دو رفت تمام من خواهم نمیدونم میگم ماشین پوشین نزنم من اینا کوچم گیردی برج خلیفه تا خورسم گفت ببینی اونو دوم این دومو اینا اینا و یا برگال خیلی سوم که تون میکنم شما تماشا کنید و حلوات بکنید اینا برادر عزیز برج خلیف اینا خب با من رفتن میگیرم من پیاده راه رو بیام رفتن میگیرم من فرق نداره مقصد پیاده راه رو نیفتیستم کجا میرم من پیش ماشین برو اومده است اونجا ماشین ندارم این ماشین رو با اون تیز میبرن که خیلی اهمیت نمیتونه بعد هر کس برای خودش بره و اون راهی نوتوی داره ماشین پوشین بزنم اونو خواهش پلخ گپ اینم خیلی گپ خبر برادرو اینا با ما هم جای زیبا باشه با بنوار میگیرم برای شما نشون میدیم جای فقط زیبا باشه گفت خب کراسیو جو شده خیلی دوستای عزیز اینا اینا خب من امروز موز گرفتگی ام بچو ما همین رفتن میگیریم یکم جو رو سیمکو کده خب گم نشیم شید انشالله که گم نمیشین خب خیلی دوم آمدی دیگه اینو خیلی اینو خب پانتانو کو کریستیان خیلی تماشا کنید با ای طرفی برج خلیف همه طرفش تا خوردیم برج خلیف ها
با ماشین زنمانشی آنها فانتانو بازی کردن. برج خلیفه قد میتوان یا در تهشن، در ته برج خلیفه. سلت چی هایی روشن میدن؟ خب میریم با میریم دبی دام بلندترین روی دنیا. تو میخوای 1 2 3 4 هوب هوب برج خلیف دام بلندترین روی دنیا برادرو اینا دبی. هوب میریم درنش برادرو. اینا دهان در برج خلیف اینا برادرو. هوب برادرو برو آمده مایده برو هفته است نه برج خلیف برو.